رفقا امروز روز 44م. دیروز چون رفتیم مغازه و اصلا تایم خالی گیر نیاوردیم برای فیلم گرفتن، نه فیلم گرفتیم نه آپلود کردیم توی یوتیوب. خب کاری که من دیروز انجام دادم روز 43 کاری که روز 43 انجام دادم، زبان انگلیسی رو تمرین کردیم، اومدیم مغازه، قسمتی از کار رو جلو بردیم، زبان انگلیسی رو خیلی تمرین کردیم. ولی خدمتتون عرض کنم که پست نذاشتیم توی اینستاگرام روز جمعه. حالا امروز میذارم یه پست اسلایدی، عکس میذارم، تصویر میذارم توی آنلاین شاپمون. و دیروز دیگه چی کار انجام دادیم؟ آنچنان کار زیادی انجام ندادیم، این مغازه بودیم و کاری مغازه رو انجام دادیم که حالا امروز هستیم که جبران کنیم روز 44 و اینو توی یوتیوب آپلود میکنم روز 43 که داشته باشیم. خیلی از تنظیم خارج شدیم، باید بیایم رو برنامه، رو چیز مشخص نیست روزانه چه کاری میخوایم انجام بدیم، تکلیفمون با خودمون مشخص نیست، باید اینو مشخص کنیم، تکلیفمون مشخص باشه که آقا امروز مثلا قراره چه دستاوردهایی داشته باشیم. این اول از همه باید مشخص باشه، چون اینجوری که داریم پیش میریم قطعا بلا تکلیفه. دستاوردامون تو روز مشخص بشه، تو ماه بدونیم به چی میخوایم برسیم، حداقل یه دستاورد کوچیکی داشته باشیم. مثلا ما قبلی تایپ دهنگشتی رو تونستیم به دست بیاریم، خب این ماه هم باید قطعا یه چیزی باشه. همینجوری جلو رفتن الکیه که الان فکر کنم چه کاری انجام بدم، نه، باید برنامه باشه. و همین. چکریم بچه‌ها.